الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 12 از شناخت خوارج و کشف شبهات آنهاست. ما تا اینجا تمام فرقه های خوارج را از اول حروری ها، نهروندی ها، ازارقه، محکمه، ازارقه، نجیدات، عباضی، اجاریده، بیهسیه و یک باقی مانده فرقه های دیگری خوارج قدیم را به شما فهمانیدیم و هر یک این خوارج ها، هر یک فرقه این خوارج ها که عقیده خاص خود را هم داشتند به شما بیان نمودیم. اما در مسئله این که یک موضوع درباره خوارج ها در تمام کتب خوارج وجود دارد، موضوع تاریخ جنگ هایی که خوارج ها کرده است از روز پیدایشش، جنگ هایی که خوارج ها با حضرت علی رضی الله عنه کرد، جنگ هایی که خوارج ها با دولت اموی کرد و جنگ هایی که خوارج ها با دولت عباسی کرد. این جنگ ها را علمای مورخین در کتاب های تاریخ خود از اول تا به آخر نوشتند. زیاده از 50-60 مراتبه، قریب به 100 مراتبه می رود این جنگ ها اگر میده ها و کوچک هایش رو بگیرید. البته که ما در اینجا همه این جنگ هایی که خوارج ها با حضرت علی رضی الله عنه کردند یا به دولت اموی کردند یا به دولت عباسی کردند به شما یک به یک نقل نمیکنیم، زیرا مقصد از شناخت خوارج در اینجا از اعتقاد اونهاست. ما هر یک فرقه را شناختیم، عقیده های هر یک فرقه جدید خوارج را شناختیم و به شما بیان کردیم. اما تاریخ خوارج ها که چند مراتب جنگ کرد، با کی چند جنگ شد، این قدر این ضرورت ندارد و این هم یک مسئله خیلی هم وسیع است. لیکن مختصر به شما یک چیز را میگویم از معجزه پیامبر صلی الله علیه و سلم را نسبت جنگ های خوارج ها میگویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که ثابت شده است فرمودند که خوارج ها در مسئله جنگ یک قاعده دارد، یک منهج دارد: یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان و یدعون اهل الاوثان. منهج خوارج ها در جنگشان انمین منهجی که پیامبر برای اونها گفتند که انمون خوارج ها انمین خیلی منهج دارد. منهجشان مخالف قرآن است، مخالف سنت رسول الله است، مخالف فهم و عمل صحابگان است. خوارج ها تمام جنگی که میکنند، تمام قتل و کشتاری که میکنند، این با مسلمان ها است. و اما اهل کفر، زلالت، شرک و مشرکین را از کفار اصلی شروع کرده تا دیگر مشرکین ترک میکنند، به اونها کار ندارند. برای همین همه جنگ هایی که خوارج ها کرده به حکومت های اسلامی بود. اولین خوارج ها با حضرت علی رضی الله عنه یک چند مراتب جنگ کرده، یک مراتب نه، یک چند مراتب جنگ های کوچک و بزرگ و غیره، ولیکن یک چند مراتب جنگ با کی؟ به حضرت علی. حکومت حضرت علی، حکومت خلفای راشد به منهج رسول الله بود، به منهج نبوت بود. اما خوارج ها به همون حکومت حضرت علی جنگیدند.
بعد از اینکه حضرت علی رضی الله عنه خوارج‌ها را تار مار کردند، نابودشان کردند، عده از خوارج‌ها از نهروندی‌ها از حضرت علی طلب امان کرد. حضرت علی هم برای اونها امن و امان دادند. این خوارج‌ها بالاخره حضرت علی را قتل رسانید. نتیجه جنگ‌هایی که به حضرت علی خوارج کرد چی شد؟ به حضرت علی خیانت کردند، از حضرت علی طلب امن کردند و بالاخره عبدالرحمن ابن ملجم گفتن انسان حضرت علی رضی الله عنه را به قتل رسانید. در نماز فجر وقتی که نماز شروع شد از صف برآمد و به حضرت علی کارد زد، ضربه های شدید بکرد که در نتیجه جراحت حضرت علی وفات کردند و به شهادت رسیدند. همان کسی که حضرت علی را کارد زده بود، ضربه های قتال زده بود و حضرت علی را به قتل رسانید، می گفت که الحمدلله که من به کشتن علی به الله نزدیک شدم. اتقرب الی الله بقتل علی، من به الله نزدیکی می جویم با قتل علی. یعنی کشتن حضرت علی را یک عبادت دانست. عاقبت جنگ‌هایی که حضرت علی و خوارج‌ها داشتند قتل حضرت علی و بالاخره همین خوارج‌ها در مصر به عمرو بن العاص رضی الله عنه همچنین به قتل برآمدند. خواستند که قتل کنند، در نماز نتوانستند و همچنین همین خوارج‌ها به حضرت معاویه رضی الله عنه در درون نماز هجوم کردند، ضربه زدند اما نتوانستند. یکی از اینها به نماز فجر به سبب مریضی به صف نیستادند، نه امام را به قتل رساندند. همچین روایت هست. لیکن بالاخره خوارج‌ها هجوم‌های انفرادی را بالای بزرگان صحابه رضی الله عنهم، علی، عمرو بن العاص و معاویه رضی الله عنهم نقشه کشیدند و نقشهشان را در بالای علی بجا آوردند رضی الله عنه، اما در کشتن حضرت معاویه و عمرو بن العاص موفق نشدند، نتوانستند. این چی را نشان میدهد؟ این عیناً همون سخن رسول الله را نشان میدهد. زمانی که حضرت معاویه به امپراتور روم از یک طرف در جنگ بودند، حضرت معاویه به امپراتور روم در جنگ است از طرف شام. حضرت علی در فتوحات، یعنی حکومتشون در حالت فتوحات و ادارای مسلمان ها به منهج رسول الله روان است. خوارج ها آمدند به این صحابه هجوم کردند. می توانستند که روند به روم هجوم کنند با همراهی مسلمان ها، می توانستند که به جانب های افریقای این طرف ها روند، می توانستند که به منطقه های فارس این طرف ها بیایند، اما خوارج ها این چیزها را انتخاب نکردند. خوارج ها در مرکزی حکومت اسلامی، در همون مرکزش فقط صحابه ها را نشانه گرفتند، به مانند حضرت علی، حضرت معاویه، حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه. عیناً سخن رسول الله به بالای اونها تطبیق شد که رسول الله گفتند خوارج ها مسلمان کش است و به مشرک پروایی ندارد، به کفار پروایی ندارد. این جای تعجب نیست. وقتی که امروز یک حکومت اسلامی شود، ایده خروج میکنند به این حکومت اسلامی یا خوارجی میکنند، این جای تعجب ندارد اگر همچین حالت شود. زیرا که خوارج ها به حضرت علی و به بزرگان صحابه این چنین ببینید معاویه و عمرو بن العاص خروج کرده بودند، اونها را تکفیر کرده بود. والعیاذ بالله. پس از جانب سیاست، از جانب جهاد، از جانب جنگ هایی که خوارج کرده اگر نظر بکنید، ده ها مراتبه فقط به مسلمان ها. بعد از اینکه
حضرت علی را کشتند، فتنه دوچند شد. حضرت حسن بالاخره حکومت را به معاویه دادند. بعد از این خوارج ها فقط به حکومت معاویه رضی الله عنه که اداره میکردند، خلیفه بودند، جنگ میکردند و بعد از اینکه حضرت معاویه وفات کردند به فرزندشان و بعد از این انمچنین به دولت اموی تا آخر پایان دولت اموی همیشه خوارج ها به دولت اموی می جنگیدند. حالا که دولت اموی یکی از دولت هایی که برای منتشر شدن اسلام خیلی خدمت کرده و به سراسر دنیا حکومت همون اسلامی را خیلی منتشر کرده بود، اما خوارج ها این رو میزد. الکل فهمیدید؟ تصور کنید که رومی ها، فارس ها حضرت علی را و بخصوص رومی ها حضرت علی و معاویه خسارت است، اما خوارج ها حضرت علی را به قتل رسانید. رومی ها نتوانست که حضرت علی را به قتل رساند، فارس ها نتوانست به قتل رساند، خوارج ها به قتل رسانید. خائناً، خیانتاً به نماز آمده می ایستد و می زند. شما فکر میکنید که یهود و نصارا و مشرکین همون دوره خرسند نمی شدند از بودن خوارج؟ البته خرسند می شد. اگر امکانیت پیدا کنند به خوارج های اردم کردن امید و آرزو داشتند، هیچ مشکلیش نیست. حکومت اموی بعد از اینکه حضرت علی رضی الله عنه وفات کردند، حضرت حسن رضی الله عنه فرزند علی 6 ماه حکومت کردند و بعد از این رفتند به حضرت معاویه بیعت کردند. یعنی تا همین وقت دو حکومت بود، یک حکومت از جانب حضرت علی، یک حکومت از جانب حضرت معاویه. مسلمان ها در زیر دو حکومت اسلامی زندگی میکردند. اما بعد از وفات حضرت علی، بعد از 6 ماهی که حضرت حسن پسر علی خلیفه بودند، رفتند برای امت مسلمان ها را از تفریقه جدا کردند، از بحر حکومت، ریاست، خلافت برآمدند. به خاطر الله رفتند به حضرت معاویه رضی الله عنه صحابه جلیل بیعت کردند. همه سرزمین به زیر حکومت معاویه رضی الله عنه یک حکومت اسلامی بود داخل شد. همه امت یک حکومت، یگان اختلافی نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودند هذا ابنی سيصلح الله بيديه بین المسلمین، بین فئتین من المسلمین. انا همین پسری من گفتن صالح است، انا همین پسری من حسن، پیامبر گفتن انا همین پسری من نبیره من حسن صالح است و به دست حسن دو فئت طائفه مسلمان ها را الله از تفریقه نجات میدهد و صلح را ایجاد میکند. همون جنگی که شده بود در بین حضرت علی و معاویه، پسری حضرت علی به پایان رسانیدن. اختلاف تماما به پایان رسید. همه دوست، همه برادر، یک فرقه، یک طائفه، همه عمل کنندگان به قرآن و سنت. اما خوارج ها یگانه فرقه ای که به ضد مسلمان ها هرگز زدن را، کشتن را، خروج را بس نکردند، در جایشان در همون فسادشان ایستادند. حضرت معاویه بر رومی ها می جنگیدند، خوارج ها به حضرت معاویه می جنگیدند. بعد از حضرت معاویه رضی الله عنه وفات کردند، فرزندشان یزید بعد از این دیگر تا 128 هجری، یعنی حکومت انا همون اموی اولین حکومت است که بعد از صحابه ها رضی الله عنهم آمده، تا 128 هجری این حکومت اموی فقط اسلام را نصرت میداد، به همه پهنای عالم منتشر میکرد. اما خوارج ها باشند فقط این حکومت اموی را لاتکوب، فقط خروج به ضد حکومت اموی، تکفیر این حکومت، به کشتار این حکومت مشغول بودند به یگان اساس شرعی. بله اساس شرعی باشد که خروج، حالا ما در آینده بیان میکنیم، خروج در اساس شرعی، مثلا که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیعت ها میگفتند الا ان تروا کفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. تا زمانی که از یک حاکم مسلمان
که به حکم الله و رسول حکم میکند، کفر بواح، کفر آشکاره که شما حجت از قرآن و سنت دارید که این حکم بواح است، نیابید نبینید، خروج کردن حرام است به یک حاکم مسلمان. حاکم وقتی که به قرآن و سنت حکم میکنه، حاکم وقتی که عادل است، حاکم وقتی که به کفر بواح آشکار و واضح دست نزده است، به او خروج کردن در اساس اعتقادهای باطل، این خوارجی است و خوارج ها میکاره میکنه. البته ما همچون موضوع در این مسئله های خروج یک به یک انشاءالله میرویم. و بعد از اینکه حکومت بالاخره حکومت اموی به پایان رسید، حکومت عباسی به وجود آمد. برای حکومت عباسی، حکومت اموی نابود شدن و حکومت عباسی به وجود آمدن، نقشه فارس ها خیلی بزرگ است. ابو مسلم خراسانی با جنگ های قوی سبب شکست اموی شد و حکومت عباسی را تشکیل کرد. فارس ها تشکیل کردند، خراسانی ها. حکومت عباسی به وجود آمد و در همین وقتی، یعنی کمی به ترتیبی و به نظامی، خوارج ها خیلی نصرت کرده، یعنی نصرت یافته بودند. خوارج ها شروع کردند، الکون خوارج ها شروع کردند ضد حکومت عباسی. حکومت عباسی با حکومت عباسی می جنگیدند تا زمانی که مغول آمد و بالاخره شکست خوری ها شد و خوارج ها قسم در افریقا به وجود آمدند و این آن، یعنی تا زمانی که انا همین مسلمان ها شکست خورده، پارمار شده، نابود نشد، خوارج ها به ضد مسلمان ها خیست. اما یک سوال به وجود می آید که یک مسئله، ما البته این همچون یک موضوع در آینده ذکر کرده می شود که آیا محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله اون دولتی را که بنیاد کردند، دولت اسلامی را که در جزیره عرب بنیاد کردند، ساختند در اساس قرآن و سنت، آیا این خروج به دولت عثمانی گفته میشد؟ نه، گفته نمیشد. برای چی؟ برای که ما گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم قاعده گذاشتند، منهج گذاشتند. گفتند وقتی که شما حاکم را میبینید که کفر بواح میکند، شرک بواح میکند و در زیر حکومتش کفر و شرک منتشر است، اگر قدرت داشته باشد برایید، خروج کنید، دیگر کنید، عوض کنید. در زمان حضرت محمد ابن عبدالوهاب آخرهای زندگی یا آخرهای عمر دولت عثمانی، در این دولت از ریاستش شروع کرده تا لشکرش، تا مردم، تا منطقه ها، تا علمایش، خیلی هم کفر شرک منتشر شده بود. قبر پرستی چنان منتشر شده بود که هیچ گفت راست نمیاد. از سبحان الله، از هر قبیله قبر پرستی و این آن دیده میشد. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب نه به خاطر نابود کردن یک حکومت اسلامی، به خاطر بنیاد کردن حکومت اسلامی، نابود کردن کفر و شرک خستند و همه رساله ها و کتاب هایی که نوشتند درباره توحید، یکتاپرستی و حکم الله و رسول است. زیرا که در این وقت اشاعره و ماتریدی های قبوری، قبر پرست و صوفی، اینها حکومت دارن، همین صوفی ها بودند که به نهایت قبر پرستی را منتشر کردند. اما خوارج هایی که در اول خروج کرد به علی، به معاویه، به عمرو بن العاص و به حکومت های مسلمانی که در درونش کفر شرک نبود، خروج میکرد. بارک الله فیک. پس این یک فرق است که ما در آینده این موضوع ها را البته یک به یک بررسی میکنیم، هر یک این موضوع ها را بررسی میکنیم. لیکن حالا موضوع ما جنگ های خوارج است که در طول تاریخ کرده. جنگ های خوارجی که در طول تاریخ کرده، همه اش در اساس اعتقادی است. خوارج ها در اساس اعتقاد باطل خود حکومت های مسلمانی اسلامی، مردم های مسلمان را بالعموم تکفیر نموده
همیشه به مسلمان ها خروج کردند. یگان مراتبه در تاریخ خوارج‌ها، خود خوارج‌ها به روم یا به دیگر یگان حکومتی یا یگان دشمنی بیرونی از حکومت اسلامی، از کفار مشرکین یگان مراتبه نجنگیده. یگان خوارج‌ها در طول تاریخ خود همیشه مسلمان کشی کردند که این تصدیق میکند همون سخن رسول الله که در وصف خوارج‌ها پیامبر گفتند علیه الصلاة والسلام: یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان. خوارج‌ها اینها کسانی هستند که اهل اسلام را میکشند و کفار مشرکین را میگذارند، ترک میکنند، دوستی بیاد نزدیکی میکنند. خیلی ما در شناخت فرقه ها بیان کردیم، کار تو به جای رسید که فرقه از خوارج‌ها زن گرفتن از مجوسی ها، زن دادن به مجوسی ها، دختر دادن به کفار مشرکین و غیر، همش جایز شد در نزد اینها. چگونه که امروز از خوارج‌ها میبینیم، امروز خوارج‌ها را که چنان از اهل سنت و از موحدین براءت میکند، موحدین را تکفیر میکند، خون مال موحدین را حلال میگوید، کشتنش را حرکت میکند، اما پروای به کفار مشرکین ندارد، پروای به حرام و حلال ندارد. میبینی که موالات به جهمی ها دارد، همراه جهمی میگردد، طعام ها را بدون بسم الله گفته را میخورد. میبینی که به کافرهایی که نکاح کردن اینها درست نیست نکاح میکند، فتواهای غلط میبرارد. میبینی که والعیاذ بالله به کافر زنها زنا کرده انا همین را جایز میگوید و میبینی که به همه سلام میدهد و این مسئله های عادی میگوید، نه در خوردنش، نه در معاملش، نه در سلامش، نه در علاقش، در یگان چیزش نسبتی غیر مسلمان ها کفار مشرکین ذره قواعد و احکام الله را عمل نمیکند. اما نسبت موحدین شدید است، غلیظ است، سختگیر است، تکفیر کننده و حلال کننده خون مالش است. انمین است. امروزه خوارج‌ها را ما دیدیم و دیده ایستادیم تا بهار. ما مختمی خوارج‌ها امروزه خوارج هم عیناً هم خوارجی پیشین است. این خوبسا هم اگرچه اینها حکومت ندارند، اگرچه اینها یگان جماعت ندارند، ولی اینها متفرق هستند، عیناً همین هستند. اما اینها اگر یک حالت شد که یک روز در یک جا جمع شدند، یک چند نفر حتما به بالای مسلمان ها هجوم میکنند. بارک الله فیکم. این بود تاریخ کوتاه جنگ های خوارج. یعنی نسبت جنگ های خوارج در طول تاریخ انمی قدر قواعد است، همون قاعده پیامبر گذاشته است. همیشه شمشیر خوارج ها به بالای مسلمان ها، کودکای مسلمان ها را کشتن، مردم را که به خوارج ها تسلیم شدن، ما به شما تسلیم شدیم، تمام ما شما کتیم، همراه شماییم، باور نمیکردن. به ظاهری مردم میگفتند بر قلب اینها دیگر است، به خاطر ترس کرد، این کرد آن کرد، مردم زن، مرد، پیر، جوان، کودک میکشتند. حتی به بازارهای مسلمان ها هجوم میکردند، زنهای منقبه، حجابدار، مردمی که مسلمان است حکم کفر داده قتل عام میکردند. حکم های گمانی منهجی خوارجی داده قتل عام میکردند. میگفتند که این مردم عوام به خاطر اینکه حکومت کافر است ایده خیلی که ما با حیثیه را بیان کردیم، با حیثیه ها هم چنین میگفتند. عقیده اینها معلوم نیست، گفته تکفیر کرده میکشن، از کودک ها براءت کرده میکشن. انا همچنین قتل و کشتار و تکفیر در اینها زیاد بود و همین خوارج ها سبب شد که منهج جهمی ها در بین مسلمان ها منتشر شود و بسیاری مسلمان ها را از اسلام بیرون کند و امت را پاره پاره کند. والله فراموش نکنید خوارج ها سبب شده که اول مرجعه ها به وجود آمد. به سبب خوارج ها مرجعه به وجود آمد. یعنی مرجعه ها به خوارج ها رد زدن، تنازل کردن. یعنی به سبب غلو کردن خوارج ها اینها گویا که کمی سبکشینی کردند و بعد از مرجعه ها جهمی به وجود آمد
و مردمی که مسلمان های عامه، مسلمان های عادی که در این پهنای بزرگ حکومت اسلامی است، یک طرفش شرق است و یک طرفش به غرب نزدیک به فرانسه رسیده، اسپانیا و به فرانسه رسیده، یک طرفش یعنی تمام بالای آفریقا، یک طرفش به سین رسیده، به خطای رسیده، یعنی شرق و غرب نصف دنیا زیادترش رو گرفته. این مردم عجم که از نازکای اسلام بسیار چیزها رو نمیفهمیدند، از سبب قتل و کشتارهای خوارج، از سبب تکفیرهای خوارج که مسلمان ها را کردند، زن و کودک مسلمان را، پیر و خرد مسلمان ها را کشتند و فساد کردند، خیلی هم از این منهج می ترسیدند، منهج یعنی خوارجی. از همین فرصت استفاده برده جهمی ها عقیده جهمیگی خود را منتشر کردند. یعنی همه مسلمان است، قبر پرست هم مسلمان است، به قبر پرست هم هیچ چیزی گفته نباید شود و هر کسی که قبر پرست کافر باید خوارج است. وقتی که نام خوارج میشنید همه میترسید، خوارج تمام، برای که خوارج ما دلگیر کرده بود. ناگفته نماند که در مسئله حکم سه مذهب وجود دارد. حق در وسط است. اهل سنت و جماعت یعنی قرآن و سنت با فهم سلفین امت در وسط است. خوارج ها کمی غلو کردند، جهمی ها پایان رفتند. جهمی ها باب تکفیر بالکل ترک کردند. خوارج ها باشند باب تکفیر با خون مال یک جایه گرفتند. هم جهمی ها و هم خوارج ها در باب تکفیر فکر کردند که هر کسی را تکفیر کرده شود خون مالش حلال کرده می شود. برای همین جهمی ها از تکفیر دست کشیدند، مشرک را مسلمان گفتند و اما خوارج ها باشد هر کس را تکفیر کرده خون مالش را حلال کرده می رفت. هر کس. از همین جهت جهمی ها منتشر شد و عقیده اهل سنت و الجماعت را خوارج برآورد. زیرا در بعضی از مسائل فرق کردن اهل سنت و خوارج علم میخواهد، نازکی دارد، نازکی ها دارد. کسانی که علم ندارند جدا کردن نمیتوانند، فرق ها را در این مسائل فهمیدن نتوانسته مختصر از اهل سنت بیزاری خود را اعلان کرده جهمی شده، کافر شده میرود. حالا آنکه در غیر دیگر مسائل خود خوارج ها در همون زمان قدیم خودشون قدری شدند، در باب اسماء و صفات جهمی شدند، اما در باب تکفیر غلو. عیناً امروزه خوارج ها را چگونه ای که میبینیم، یک کودک خوارج می آید همه این مسلمان های روی عالم را تکفیر میکند، مردم را بدار تکفیر میکند، میگه تو در دارالکفر، حاکم کافر است، تو هم کافری، اجماع را قبول داری، تو هم کافری. عیناً همین سخنهای خوارج قدیم را میگوید و مردم را تکفیر میکند. در باب تکفیر غلات خوارج است، اما در باب اسماء و صفات و توحید میبینی که جهمی است، در باب تقدیر قدر میبینی که جهمی است یا جبری است. ما بسیار خوارج ها را دیدیم که در باب تکفیر، در باب ایمان خوارج غلات است، اما در باب اسماء و صفات جاهل ترین مردم، جهمی ترین مردم، در باب قضا و قدر، در باب قدر و قضا بسیاری اینها را دیدیم که جبری است و بعضش قدری است. ما خوارج های امروزی هم دیدیم که قدری است. شر را الله خلق کرد، آیا علم داشت یا نداشت؟ بسیاری امروزه خوارج ها هم این کار میکنه. والعیاذ بالله، والعیاذ بالله. پس عیناً انا همون سخن صادق المصدوق، سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره خوارج ها راست آمد. همه سخن رسول الله الحمدلله تصدیق شد، بچه شما دیده ایستادیم که رسول الله گفتند این خوارج ها انا همچنین است، در حالتی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم خوارج ها همچون یک جماعت به ضد مسلمان نبود. یکی پیامبر گفتند از وحی الله خبر داد، گفتند که
اینها مسلمان کشند، کافر پرورند، خودکش و بیگانه پرور. گفتی تاجیکا قاعده داریم که خودکش و بیگانه پرور. صفت خوارج همین است: خودکش، مسلمان کش، بیگانه پرور، کفار پرور است، دشمن پرور است. خوارج ها همیشه لشکر بود داشتند، همیشه قوه داشتند و همیشه لشکر و قوه خود را برای تارومار، نابود کردن، کشتن مسلمان ها، نابود کردن حکومت اسلامی استفاده بردند. اما وقتی که حکومت اسلامی نابود شد، دیگر خوارج ها پراکنده، دیگر فقط برای گمراه کردن اعتقاد مسلمان ها در حالت پراکندگی، دیگر لشکرکشی حکومت سازی ندارد. برای چی؟ برای که وظیفه اینها انا همین نابود کردن جمعیت مسلمان هاست، پراکنده کردن مسلمان است. هر جایی که 10 تا مسلمان یک جا بشیند، 1 تا خوارج میاد پراکنده میکنند میرود. 100 تا مسلمان یک جا جمع شود، اینها آمده پراکنده میکنند و میرود. انا این است خوارج. مختصری نقشه های جنگی این خوارج ها نمی است. برای همین ما میگوییم که تا زمانی که موحدین، مؤمنین، مسلمین خوارج ها را نشناسند، به خوارج ها معامله های منهجی سنتی نکنند، تا زمانی که خوارج ها را از صف اهل سنت جدا کرده، ادب داده، نصیحت داده، از جایهای اساسی اونها را دور نکنند، هرگز مسلمان ها از این حالت تفریقه به یک وحدت و قوت ممکن است. برای چی با میگم 10 نفر جمع شود، یک خوارج هم را کنه. سبب رسوا شدن همین جماعت هم به سبب جهل است. جهل است. برای همین باید امروز نسبت به دیگر روزها دیده، نسبت به پیشتره ها دیده، امروز باید مسلمان ها علم دارتر باشند، امروز باید از جانب علمی قوی باشند و بخصوص جهمی ها را و خوارج ها را شناسند. هرگز به جهمی ها و به خوارج باور نکنند. عاقبت کارشان فقط پشیمانی می شود، فقط شکست است. فراموش نکنید. بعضی ها میگن که وحدت با جهمی، وحدت با خوارج، این هرگز به اینها وحدت کردن نمیتوانید. اینها شما را تکفیر میکنند. جهمی ها شما را مجسمه میگوید، کافر میگوید و تکفیر میکند و حکم قتل میگذارد. خوارج ها هم اهل سنت را جهمی میگوید و کافر میگوید و حکم قتل میگذارد. همین است. کسی که به این دو قنات شیطان، به جهمی ها و خوارج ها گمانی نیک کرد، به اینها همکاری کرد، اینها را پیشش را نگرفت، پروانه کرد، البته که به ضرر بزرگ نائل می شود، شکست هم می خورد. علمایی که در دعوتشون این دو قنات شیطان را و خوارج ها را انیق و دقیق بیان نمی کنند، شاگردانشان، دوستدارانشان، شنوندگانشان، قومشان یا به سراغ جهمی می رود یا به سراغ خوارج. دیگر راه نمی‌بینید. این تاریخ جنگی خوارج ها بود که به این خوارج ها تنها به منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم روبرو میشوید. هر جایی که خوارج ها رو دیدید اون رو میدهید. هر کسی که خوارج ها رو میکشد اجر و ثواب میگیرد. برای چی؟ برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فهمیدند خوارج این فرقه که وحدت شدن مسلمان ها را هرگز نمیگذارد، وحدت مسلمان ها را هرگز نمیگذارد. همیشه خوارج از درون مسلمان ها را نابود میکنند. متاسفانه همین است. و در رو بروی خوارج هم باید مسلمان ها ثابت ایستند.
اما کسانی که علم ندارند، کسانی که از منهج بیخبرند، رو بر روی خوارج‌ها راست ایستادن نمیتوانند. برای چی؟ خوارج‌ها زیادتر از همه قرآن میخوانند، خوارج‌ها زیادتر از همه نماز میخوانند، خوارج‌ها زیادتر از همه زاهدند، عابدند. ظاهرا میبینی که دنیا را ترک کرده، پیشانیش و کف دستش و پایش اثر سجده کفانیده، شب و روز در قرائت قرآن و نماز است و روزه است، اما مسلمان کش است. بعضی ها به این چنین خوارج روبرو شدن را پرهیز میکردن، میگفتند ما به این چنین انسان ها روبرو نمیشویم، زیرا که اینها چخیل نباشدن. ببینید چقدر عبادت میکند، نماز میخواند، قرائت میکند. و همین هم سبب شد، یعنی تخت در منهجی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کردند در همون منهج نایستادند، عاطفگی کردن در روبروی خوارج‌ها سبب می شود که خوارج‌ها پار ما را تان بکنند. یک. و دومین سبب، کسانی که گفتند که ما خوارج‌ها را استفاده میبریم برای نقشه، این غلط است. این درس رو از همون زمان حضرت علی رضی الله عنه بگیرید تا امروز. حضرت علی اولین کسی هست که به خوارج‌ها معامله خوب کردند. گفتند در مسجد ما نماز خوانید، همراه ما خواهید به جنگ ها روید، ما به شما غنیمه میتیم، خواهید زندگی بکنید. اما خوارج‌ها خستند و حضرت علی رو به قتل رسانیدند. هر کسی میگوید که ما به واسطه خوارج‌ها یگون کار میکنیم، به اینها وحدت کرد یگون کاری کرده میشود، نمیشود. چگونه ای که در زمان حضرت عبدالله ابن زبیر آنها آمدند امتحان کردند، بر آمدند و رفتند در حالت ضروری. یا که اگر که به شما یک مدت یاردم کنند هم، بعد از این که شما مثلا از یک خطر بزرگ خلاص شدید، بعد از این میبینید که خود خوارج‌ها شما را نابودتون میکنند. استفاده کردن اینها غیر از تفریقه، غیر از نابودی، غیر از شکست و تفریقه دیگر چیزی نیست. بمانند جهمی ها، عیناً بمانند جهمی های خوب است، از آذری ها شروع کرده تا دیگرش، اخذهم الله. عیناً همین است. یعنی از نظر سیاست شرعی، البته اگر یک حکومتی باشد که حکومتی قوی مسلمانی باشد و خوارج ها کم باشد و استفاده برد اونها را اجازه بدهد، این دیگر مسئله است. اما قوه خوارج ها از قوه مسلمان ها، از قوه موحدین بعد بسیارتر باشد یا برابر باشد یا خطر جدی باشد، در این حالت نباید انسان اینها را استفاده برد. جزاکم الله. پس این است جنگ خوارج ها، این است نقشه های جنگی خوارج ها که در طول تاریخ کرده. اما با همین این حلقه را با پایان میرسانیم. در حلقه آینده به شما صفات های خوارج را که در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن مختصرا بیان میکنیم، یعنی اعتقادهایشون را هم که در گذشته خوندیم در همین صفات‌هاشون بیان میکنیم. هم صفات‌ها و هم اعتقادهای خوارج قدیم را مختصر یک بار خونده جمع کردیم میگویم به شما. یعنی از این خوارج‌هایی که آموختیم چند عقیده اونها را، عقیده‌های جدید خوارج‌های قدیم، صفات‌های اونها را، بعد از این بعد از یک حلقه دو حلقه به خوارج جدید میگذاریم، به خوارج جدید میگذاریم. بارک الله فیکم. خوارج قدیم را که انیق و دقیق آموختیم، بعد به خوارج جدید میگذاریم. حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم.